با تمنای صحتمندی شما نشینای برنامه خبری را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم میکنیم. امروز 21 می است و نخست سرخط موضوعهای برنامه. سیل خرابی آورد، مردم در انتظار کمک. ساکنان نویای فرخور میگویند در برابر حولی‌های پوری آب و خانه‌های نم کشیده و دیوارهای فرو رفته‌شان تنها ماندند. شلنگ بیارن اوای حولی را بکشه در عریق، مردم خونه چپر. مفتی تاجیکستان با ساختمانچان نیروگاه راغون فتوا داد که امسال روزه را در وقت رخصتیشان بگیرند. تظاهرات در نزد سفارت ایران در دوشنبه 10 نفر به ضد این کشور و حزب ممنوع نهضت اسلامی شعار دادند. باید یگام دولت خبردار نباشد. سیاست دولتی با دولت دموکراتیک دنیوی حکم بنیادی آزاد است. تا یک هفته آخر باران و سیل در تاجیکستان 10 نفر را به خانه و زمین کشت گذاشت. از این آفت طبیعی علاقه ساکنان چند روستا در ناحیه‌های پنج فرخار، خراسان و باختر و شهر وحدت ضرر دیدند. مقامات رسمی و نهادهای ضبط تا هنوز خسارات رسیده را دقیق نکردند. ساکنان دهه سرخاب ناحیه فرخار میگویند از 16 می باز در احاطه آب بلای قرار دارند و هنوز کسی برای تازه کردنش دست به کار نشده است. چیز باید که کمک اولی را میرسوندک نکردک. ها خود ندیدیم همه خدمت بکنیم. چیز خدمت این چیز خدمت این علاقه جاگون این چیز هست. بعد 5 روز مقاومت با باران سیل، خال احمد ابراهیموف ساکن دهه سرخاب ناحیه فرخار میگوید تا حال کمکی درکاری را از مقامات نگرفتند. خدمت برآورده است. ویش کم از بخشش برآورده است، ویش هم مدام برآورده است. ما خدم عریختر ما خدم برآوردم، ما بچه ما اینجا بالودکای اینجا کاشتیم برآوردیم، بردیم خونه را جوبا جوک. باران سیل روز 16 می سر شد و خانه‌های ساحلی دریای سرخاب زیر آب ماندند. بیارن دیزل بیارن شلنگ بیارن اوای حولی را بکشه در عریق، مردم خونه چپن شه. این هم خونه ما ایستادگی است. همون که دیزل بیاره خونه ما چپن نمیشه. انا ما تماشا کرده ایستادم. مقامات گفتند گروه کاری در جای حادثه کار میکند و سربازان را هم به منطقه آفت زده فرستادند. رادیو آزادی 3 روز قبل از این دهه گزارش داد ولی وضع بدتر شده است و بهتر نه. بناها نم گرفته و لنگار می شوند. ترقش های دیوارهای خانه ها وسیع‌تر شده و از خانه ها را باز هم بدتر کردند. مردم از ترس فرو رفتن خانه ها به موضع های کماب پناه می برند. حالا هم باران می بارد. بنابراین احوال آنها را دیده شبهه می کنید که در حال امن‌تر قرار دارند. 15 سال این مرده کار میکنه. این دیوالیتا یا پشت چی در مسکو اینمی درفت هسته. دولین خدم بلنده اینا دروزه در درونی او در نمو یا خونه اینا در درون نتریزن هم جدشتایی. این راه است که جماعت غلبه را به مرکز ناحیه فرخار می پیوندد. هنگام سفر به اینجا وضع راه چنین بود. محض با فرو رفتن همین قسمت راه یک جوان 25 ساله هلاک شد. مردم برای به غلبه برسند از هر گونه راههای مشکل گذر استفاده می کنند. بار اول نیست باران سیل به ساکنان سرخاب ضرر می رساند. این دهه در ساحلی دریای سرخاب و در پهلوی کوه است. هنگام باران زیاد از دره‌های این کوه لایاب جاری می شود و زهبورها را پر می کند. از این رو آب جمع می شود و خانه و زمین مردم زیر آب می ماند. هنوز حجم ضرر از جانب مقامات گفته نشده است. معمولا باران به اعتقاد مردم اینجا باران رحمت است، اما بارش‌های اخیر آنها را به مشکلات زیاد گرفتار کرده است. بارانی که دیروز برای کشتیان‌ها مفید بود زمین و خانه‌هایشان را ویران کرد. حالا مردم دعا می‌کنند ابرها پراکنده و آنها از آفت طبیعی رها شوند. حالا امیدشان تنها به صاف شدن آسمان است. مفتی تاجیکستان در یک سفرش به محل ساختمان راغون به کارمندان آن گفته است بنابر شرایط سخت کاری امکان دارند در ماه رمضان روزه نگیرند. سید مکرم عبدالقادر زاده هفته گذشته گفته است بنیادکاران حق دارند روزه را بعداً یعنی در وقت رخصتیشان بگیرند. مفتی تاجیک تاکید کرده است که مهم است چرخه اول نیروگاه راغون در مهلت مقرر شده تیر ماه امسال به استفاده داده شود. فتوا درباره آزاد شدن از روزه‌داری در حال صادر می شود که شماره ساختمانچان نیروگاه از 18 تا به 20,000 نفر رسیده است.
رو می‌آوریم با موضوعهای دیگر. روز جمعه بعد کشتاری 8 دانشجو و 2 استاد در مکتب تکنیکی شهر سانتافی ایالت تگزاس آمریکا، پلیس یک جوان 17 ساله را دستگیر کرد. این جوان که دیمیتریوس پاگاورتسیس نام دارد، مسئولیت کشتاری دست جمعی را بر دوش گرفته است. در بین این قربانی‌ها یک دانشجو مهمان از پاکستان نیز هست که روزه‌دار بود و آرزو داشت دیپلمات شود. در مراسم ویدا با دانشجوی پاکستانی محصل مکتب تکنیکی شهر سانتافی ایالت تگزاس که روز یکشنبه در مسجد شهرک استافورد دایر شد، صدها نفر اشتراک کردند. سابقه شیخ که توسط برنامه تبادل دانشجویان برای تحصیل از پاکستان به آمریکا آمده بود، روز جمعه 18 می همراه با 7 دانشجوی و 2 استاد دیگر این مکتب از سوی یک جوان 17 ساله به قتل رسید. میری شهر هیوستون سیلوستر ترنر در مراسم اشتراک کرد و از منبر مسجد گفت که سابقه میخواست دیپلمات شود. حتی بعد وفاتش هم سابقه شیخ به خاطر تحکیم روابط پاکستان و آمریکا به ویژه در منطقه هیوستون سهم میگیرد. سابقه شیخ میبایست بعد 3 هفته به وطنش برگردد. اهل عائله او نتوانست به آمریکا سفر کند، ولی نقشه دارند که مراسم جنازه او را در زادگاهش شهر کراچی پاکستان دایر نمایند. پلیس میگوید دیمیتریوس پاگاورتسیس اعتراف کرد که مسئولیت کشتاری 8 دانشجوی و 2 استاد بر دوش اوست، ولی مقامات درباره انگیزه این کشتاری دست جمعی چیزی نمیگویند. مادر یکی از قربانی‌ها در صحبت با روزنامه لس آنجلس تایمز نقل کرد که 4 ماه اخیر پاگاورتسیس پیوسته به دختر 16 ساله این زن شانا فیشر دوستی پیشنهاد میکرد، ولی جواب منفی میگرفت. این زن تخمین کرده است احتمال همین رد دوستی جوان 17 ساله را به کشتاری دست جمعی هدایت کرده باشد. سالهای اخیر در مکتب‌های آمریکایی چندین حمله شبیه به وقوع پیوسته است. ماه مارس سال روان یک دانشجوی 17 ساله مکتب ایالت مریلند به غضب آمد که دوست دخترش روابط با او را قطع کرد. او سلاح پدرش را گرفته این دختر را شدیداً مجروح کرد. سال 2014 در ایالت کالیفرنیا الیوت راجرز 22 ساله 6 کس را به قتل رساند. پیش از حمله او در شبکه یوتیوب نواری را نصب کرد که در آن دلسردی از زنان را ابراز نموده بود. رو می‌آوریم با موضوعهای دیگر. نیمه اول روز 21 ماه یک گروه شهروندان تاجیکستان در سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه جمع آمدند. این گردهمایی در نزد بینای سفارت نو ایران در کنار کوچه اسماعیل سامانی در شهر دوشنبه ساعت‌های 9:30 به وقت محلی شروع شد. سفارت نو ایران سال قبل از مرکز شهر دوشنبه به محل سفارتخانه‌های افغانستان، آلمان و روسیه کوچ داده شده بود. همکارم عبدالله شوروف این موضوع را پیگیری دارد. عبدالله سلام، هدف جوانان از این گردهمایی چی بوده است؟ سلام شهلا، در این گردهمایی به گفته شاهدان تقریبا 50 نفر شرکت داشتند. آنها در دست شعارها داشتند که دست جمعانه آن را صدا می‌کردند. شعارهای جوانان اکثرا ضد راهبران و خود حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بود. یک نواری که رسانه‌های تاجیکستان به نشر رساندند دیده می‌شود جوانان با شمول زنان و حتی پیرانسالان در این گردهمایی شرکت داشتند. تبره در شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا در شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند پس از آنکه که به شعبه ساکنان زنگ زده از جمع آمدن این گروه جوانان خبر دادند، گروه فوری تفتیشاتی تعجیلاً به محل تظاهرات رفته جوانان را پراکنده کردند. پس یعنی این تظاهرات بدون اجازه مقامات صورت گرفته است که پراکنده شده است عبدالله؟ تا این زمان شهلا مقامات ملیسا در مورد قانونی و یا غیر قانونی بودن گردهمایی چیزی نگفتند، اما در تاجیکستان دایر شدن گردهمایی خیلی کم اتفاق میافتد. چندی از گردهمایی‌های هم که از سوی گروه‌های جوانان فعال دایر شده بود با موقع مقامات رسمی در تاجیکستان راست می آمد. بنابراین بسیاری‌ها با خودجوش بودن این تظاهرات با چشم شبهه می‌نگرند. منظورتون کدام گردهمایی‌ها است؟ منظورم گردهمایی‌های جوانان در نزد سفارتخانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در شهر دوشنبه است. نخست سال 2013 جوانان پس از آنکه که اوکراین با طلب سازمان ملل متحد عبدالملک عبداللاجانوف سابق سروزیر جمهوری را استرداد نکرد به تاجیکستان، در نزد سفارت آمریکا و اداره سازمان ملل متحد در دوشنبه گردهمایی دایر شد. بعداً در اول سال 2016 هم گردهمایی جوانان فعال که خود را مربوط به حرکت آوانگارد می‌دانستند در نزد سفارتخانه‌های اتحاد اروپا، سفارت ترکیه و اداره سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه گردهمایی دایر شد.
آن زمان هم جوانان بر ضد رهبران حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شعار میدادند و از مقامات این کشور و سازمانها تقاضا داشتند که به اعضایان این حزب در قلمرو خویش پناهگاه ندهند. اما این بار هیچ گروه مسئولیت برگزاری این گردهمایی را به عهده نگرفت و معلوم هم نیست که این گروه شعار به دست چگونه در یک آن واحد در نزد سفارتخانه ایران جمع شدند. تشکر عبدالله. در همین حال یک گروه کاری سازمان ملل از حکومت تاجیکستان رها نمودن محمد علی حید عضو ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی را تقاضا کرده است. این گروه کاری گفته است محروم کردن محمد علی حید از آزادی برخلاف چند بند اعلامیه بین‌المللی حقوق انسان و عهدنامه بین‌المللی حقوق اجتماعی و سیاسی است. محمد علی حید برای تروریسم، قتل و کشتار دعوت به سرنگون کردن حکومت قانونی به زندان یکمری محکوم شد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. امکانات تحصیل برابر برای همه تحت این عنوان در دوشنبه با مبلغ‌گذاری چند سازمان بین‌المللی برنامه کسب آموزی اینکلوزیوی برای افراد دارای امکاناتشان محدود راه‌اندازی می شود. در سال به این سو حکومت تاجیکستان تلاش دارد تعلیمات اینکلوزیوی را در مکتب‌های همگانی کشور به راه ماند، ولی تا به حال شمار بیشتری اطفال معلول و یا در خود مانده نمی‌توانند با همسالان دیگرشان درس بخوانند. گزارش همکاران ما از تلویزیون نسته شیوریم در همین باره است. گولیانا مادری دو دختری اوتیست است. او میخواست فرزندانش نوابسته از در خودماندگی دانش داشته باشند. خودش تشبث را به دست گرفت و در پی تربیه آنها شد. با تدریج من کورس‌های آموزشی را گذشتم و معلم شدم. همزمان کودکان من هم در چنین درس‌ها شرکت می‌کردند. گولیانا در مرکز ایراده کار میکند. در اینجا کودکان اوتیست را برای تحصیل در مکتب‌های پایتخت آماده میکند، اما نه همه خواهشمندان قبول میشوند. فعلا در مرکز ما 40 کودک درس میگیرد. کودکان زیاد در نوبتند. از سبب کمبودی بودجه آموزگار نمیرسد. امیدواریم که در آینده حکومت مبلغ گذاری میکند. همچنین به ما مربیه‌های مخصوص که با این گونه کودکان در صنف میشینند ضرورند. مثلا فرزندی من با مربیه به مکتب میرود. در تاجیکستان 50 مکتب میانه کودکان امکاناتشان محدود را قبول میکنند و این هم با مساعدت مبلغ‌گذاری سازمان‌های خارجی. فراهم کردن شرایط برای کودکان در خود مانده سرمایه زیاد میخواهد، اما مبلغ نیست. У нас 3800 различных школ в Таджикистане функционирует. ما در تاجیکستان 3800 مکتب‌های گوناگون داریم. برای رسیدن به هدف ضرور است که در همه این مکتب‌ها شرایط مهیا شود. مثلا کسی کفالت نمی‌دهد که در آینده این گونه کودکان برای تحصیل محض در این مکتب‌ها نیاز پیدا نمی‌کنند. Такой же ребенок, который нуждается именно для учебы в данной школе, да? در تاجیکستان 6000 کودکان امکاناتشان محدود درس میخوانند. شماره آنهایی که از مکتب بیرون مانده‌اند دقیق نیست. بنا به آمار رسمی در کشور 25000 نورسی تا 18 ساله است که ضعف انکشاف دارند، ولی تعداد واقعی را زیادتر میدانند، چون خانواده‌ها چنین فرزندانشان را از چشم جامعه پنهان می‌دارند. Действительно, у нас до сих пор имеются. واقعا هم تا هنوز والدینی هستند که با این گونه کودکان با چشم دیگر می‌نگرند. بجز این در جامعه نیز بعضی پدر و مادران وقتی می‌بینند کودک چنین مشکل دارد فرزندانش را نمی‌گذارد با او بازی کند. تاجیکستان امسال به عهدنامه بین‌المللی حفظ حقوق معلولان پیوست، ولی تحلیلگران میگویند مسئله زمانی حل می شود که هر مکتب آماده قبول کودکان و نورسانی امکاناتشان محدود باشد. و روز دوشنبه دسته فوتبال چلسی بر تیم منچستر یونایتد با حساب 1-0 پیروز شده. جام اتحادیه فوتبال انگلیس را به دست آورد، ولی میلیاردر روس رومان ابراموویچ که مالک دسته چلسی لندن میباشد نتوانست پیروزی را در ورزشگاه ویمبلی جشن گیرد. طبق گزارش‌های رسیده ویزا و روابط اقامتی ابراموویچ در بریتانیا به انجام رسیده، تا هنوز او ویزای نوی بود و باش در این کشور را دسترس نکرده است. طوری از این خبر برمیآید حتی میلیاردها دلار گاهی نمیتواند برای زبان یافتن و اجرای خواهش کمک کند. برنامه امروز را انجام میدیم. خبرگزاری‌های بیشتر در سامانه ما و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تا ملاقات فردا، خدا نگهدار.